نامه‌های درخواستی شخصی اداری درون سازمانی اگر علت درخواستتون چیزی باشه که ممکنه برای دیگران هم این درخواست به وجود بیاد و با موافقت درخواست شما برای دیگران توقعی پیش بیاد از سوی مدیر عامل، قطعاً باید دلیل کاملا منطقی و منحصر به فرد داشته باشید و این موضوع رو اول با مذاکره حل بکنید و بعد مکاتبهش رو انجام بدید. مثلا من درخواست افزایش حقوق یا درآمد دارم. اگر با حقوق یا درآمد من موافقت بشه برای دیگران هم این توقع پیش میاد. اول از همه من باید مشخص بکنم من چه کار خارق‌العاده‌ای نسبت به دیگران دارم انجام میدم یا میتونم انجام بدم که سازمان نفعش رو ببره و من هم در کنارش نفع ببرم و بعد این رو برای مدیر عامل مشخص بکنم که من این توانایی رو دارم که میتونم کمک بکنم پورتفوی سازمان بره بالا، در کنارش من هم مثلا درآمدم بیشتر بشه و این رو با مذاکره اول حلش بکنم. تحت هیچ شرایطی درخواست افزایش درآمد یا انتقالی یا جابجایی توی نامه‌های دست جمعی نداریم. همه با هم یه نامه درخواست افزایش حقوق بنویسیم، امضا کنیم، بدیم. اصلا هیچ سازمانی ولو 2 تا کارمندم داشته باشه اینو موافقت نمیکنه.